سلام، به کانال لرنیوم پلاس خوش اومدین. امروز توی سومین ویدیو میخوایم دانشگاه صنعتی شریف رو به شما معرفی کنیم. همونطور که توی ویدیوی قبلی هم گفته شد، دکتر مجتهدی ریاست دانشگاه امیرکبیر اقدام به تأسیس یک دانشگاه جدید کردند و طی یک جلسه با شاه پیشنهاد ساخت دانشگاه رو میدن. دکتر مجتهدی به شاه پیشنهاد داد که شریف یک دانشگاه غیر دولتی باشه و هزینه‌های اون از راه‌های مختلف تأمین بشه و خودش درآمد داشته باشه. توی سال 1344 دانشگاه شریف مجوز تأسیس گرفت که البته اسم اون دانشگاه صنعتی آریامهر بود. دکتر مجتهدی یک زمین توی محدوده روستای ترشت پیدا کردند و توی 11 آبان ماه 1344 با تصویب شورای عالی آموزش و تایید شاه این دانشگاه تأسیس شد. دانشگاه صنعتی آریامهر که یک شعبه یا یک واحد هم توی شهر اصفهان داشت، قرار بود مستقیما بر اساس ساختار دانشگاه MIT ساخته بشه و کلاً الهام گرفته از دانشگاه‌های برتر آمریکا و دنیا باشه. اگرچه فضای در دسترس توی واحد اصفهان باعث شد اون بخش انعطاف بیشتری داشته باشه، اما شریف تو همین فضای ترشت به خوبی رشد کرد و تونست به دانشگاه برجسته و برند تبدیل بشه. به نظر من شریف واقعا خاص و جذابه. اولین ترمی که شریف دانشجو گرفت نیم سال اول 1345 بود. تعدادی عضو هیئت علمی استخدام کردند و دانشجویانی در رشته‌های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی متالورژی توی مهر ماه 1345 توی دانشگاه صنعتی آریامهر پذیرش شدند. رفته رفته تا سال 1348 دانشکده‌های فیزیک، شیمی و علوم ریاضی هم تأسیس شدند. توی سال 1350 هم دانشگاه عمران تأسیس شد که البته اون موقع اسم اون دانشکده مهندسی سازه بود. بعد از انقلاب هر دو واحد دانشگاه صنعتی آریامهر تغییر نام دادند. واحد تهران به دانشگاه صنعتی شریف و واحد اصفهان به دانشگاه صنعتی اصفهان تغییر نام. علت نامگذاری شریف هم شهید مجید شریف واقفی بود. خب بریم سراغ پردیس و دانشکده. این دانشگاه یک پردیس اصلی و مرکزی توی خیابون آزادی داره که هر 13 دانشکده این دانشگاه اونجا قرار دارد. همونطور که پراکندگی دانشکده ها معلومه، توی این پردیس دانشکده شیمی، دانشکده علوم ریاضی، دانشکده مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی برق، دانشکده فیزیک، دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، دانشکده هوافضا و دانشکده مدیریت قرار دارد. این پردیس از جنوب به خیابون آزادی، از غرب به خیابون شهید صادقی و از شرق به خیابون قدیر محدود میشه. اما از شمال و از سمت مترو شریف و پارکینگ بزرگ شریف تقریبا از میدون تیموری محدوده دانشگاه شریف شروع میشه. هرچند از پارکینگ و از سمت تیموری تا به فضای اصلی دانشگاه برسی باید از چند تا گیت عبور کنیم. اگر میدون تیموری رو انتهای شمالی دانشگاه بدونیم، اینطوری خیابون قاسمی از توی دانشگاه رد میشه. یه ویژگی هم که شریف نسبت به سایر دانشگاه‌های شهر تهران داره وجود پارکینگه. درسته که یک پارکینگ عمومیه و فقط برای دانشجویان نیست، ولی خب با اینکه خیلی وقتا هم ترافیک ساز میشه یا پره، ولی یه آپشن خوب محسوب میشه که دانشگاهی مثل صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران این آپشن رو ندارن. به جز این پردیس مرکزی، دانشگاه شریف یک پردیس پژوهش و فناوری توی بزرگراه خرازی و یک پردیس هم توی جزیره کیش داره. خب بریم سراغ آمار. اگرچه وبسایت دانشگاه صنعتی شریف خیلی بهتر از سایت‌های دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر بود، اما این بخش آمار همه موارد رو صفر زده و تازه از سال 1403 هم آپدیت نشده. اما با مراجعه به بخش‌های دیگه سایت متوجه شدیم که شریف بیش از 450 عضو هیئت علمی داره، حدود 10,000 دانشجوی فعال و حدود 67,000 فارغ التحصیل داره. اما رنکینگ و رتبه بندی، دانشگاه صنعتی شریف هم مثل دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
توی رنکینگ های مختلف رتبه های متفاوتی رو کسب کرده. توی تایمز مثل امیرکبیر 351 تا 400 رو کسب کرده. توی QS 375 دنیا و رتبه 1 ایران رو کسب کرده. توی لایدن و شانگهای هم رتبه 400 رو داره. البته همونطور که توی 2 ویدیوهای قبلی برای تهران و امیرکبیر هم گفتم، بهترین رتبه بندی داخل اینه که هر 3 تا دانشگاه رو رتبه 1 بدونیم. اگرچه شریف و امیرکبیر چون فقط صنعتی هستن توی رنکینگ ها ثبات بیشتری نسبت به دانشگاه تهران داشتن، اما خب دانشگاه تهران هم خیلی بزرگه و نمیشه اینطوری اونو ضعیف‌تر دونست. فکر میکنم همین مقدار اطلاعات برای معرفی دانشگاه صنعتی شریف کافی باشه. امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید بوده باشه و تا یک معرفی دانشگاه دیگه، خدا نگهدار.